سلام، خیلی خوش اومد به کانال یوتیوب خودتون. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز با یه بک‌گراند جذاب اومدیم پیشتون. مسابقه 5 ثانیه‌ای داریم که کی میتونه زودتر بگه با مجازات به همراه سلام، خوش اومدیم به کانال یوتیوب داداشم. من سوالامو آماده کردم. 3 نفر که الان زنگ بزنن جواب نمیدید. آخه من همه رو جواب میدم. میتونی بگی بانک، میتونی بگی فقط آخه شماره غریبه، شخص اومد تو ذهنم. سوال آوردم تدافعی. 3 تا آدمی که دوست داری بلاکشون کنی. آخه من آدم بلاکی نیستم، من کسی رو بلاک نمی کنم دیگه بالاخره سوال سه چیزی که باعث میشه تپش قلب بگیرید. وقتی از خواب با زنگ گوشی بیدار میشم، وقتی خبر بد میشنوم، وقتی میدونم، دومی رو گفتی این خورد. 3 تا جمله که اکسات بهت گفتن و فراموش نکردی. بابا آدم میاد تا جمله بگه این تموم میشه دیگه. میخواستم بگم بچه‌ها، میخوایم بهتون بگم بذارید بهتون بگم. 3 تا کاری که وقتی کسی نگات نمیکنه انجام میدی. گوشیمو چک میکنم، آرشمو درست میکنم، دست تو دماغم میکنم. آفرین. این آخری رو میدونستم میگه. چرا دست تو دماغت با؟ نه دست تو دماغ نه، کار اولاق. مازن اینجوری میخارونه. 3 تا دلیل که ممکنه یه رابطه رو تموم کنی. بی توجهی، بی احترامی، چشم و درسی نبودن. جواب دادن. واقعا همینه. دقیقا همینه. خودشه. همونی که این میخواستش. بدون خودم نه 3 تا کاری که وقتی یکی خوابه دلت میخواد انجام بدی. غذا بخورم، با تلفن حرف بزنم، از پنجره بیرون رو نگاه کنم. 3 تا سرچ اخیره توی گوگل. اینسترومنتال کردن آهنگ، دانلود MP3 از یوتیوب، دانلود ویدیو. اما قبل این ویدیو رفتیم ویدیو یوتیوب الیو گرفتیم، همین رو ببین کبو رفتیم. بعد دونرش از درجه 0 داره تا درجه 5 تندی. رفتیم تست اون رو کردیم. بگو بیام ببینم. کانال الیو براتون میذارم، برید ویدیو رو ببینید. مطمئنا زودتر از من میذاره. ولی خیلی بد بود، خیلی تند بود، یعنی نخورید هیچ وقت. 3 تا عضو بدن که از هر کدوم 2 تا داره. سینه، باسن، چشم هست، گوش هست، سوراخ دماغ هست. 3 تا کاری که توی دانشگاه یا مدرسه کردی و پشیمونی. به دست و دماغم کردم، تو شلوارم جیش کردم، به ناظمم فوش دادم. 3 تا چیزی که وسط خیابون ببینی تعجب می‌کنی. گربه مرده، پرنده مرده، دختر و پسر بوس کنن. گربه مرده ببینی تعجب می‌کنی. 3 تا چیزی که همیشه همراهت هست. لیپ گلاس، عطر، آدامس، کلید خونه، کیف پول، عینک. انتقال بده. 3 تا چیزی که تو همون میتونی بخوری. کف، آب، مایه شامپو. شامپو رو من میخورم. آره. تو شامپو آره میزنم. اگه باخت مجازات به شامپو میدم بخوره. بخورم. تو همون تو چی میتونی بخوری خودت؟ پرتقال. ای ببخش. اوی ناخونم بودا. خودم این شوی من بیا. 3 تا کاری که همیشه دیر انجام میدیم. دستشویی رفتن، غذا درست کردن، به مکس غذا دادن.
دیر غذا رو دستشویی میکنی؟ یعنی آن تایم نیست دیگه، سر تایم خودش نیست. مگه دستشویی تایم بندی رو بقیه جدول درست میکنن سر ساعت دو؟ نه من نگه میدارم، دیر میدن. 3 تا پیامی که وقتی از کراشت میاد قلب تون میزن. اسممو صدا میکنه، میگه کجایی، مینویسه دوست دارم. با بریم شکلات بخریم. منم من بخرم بیان. 3 تا خریدی که پشیمونت کردم بعدش. بعضی موقعی که لباس میگیرم، کفش میگیرم، خب یعنی چی؟ حالا یادم نمیاد دیگه وقتی مسابقه محله 3 تا جمله بگو که میتونه دعوا را بندازه. چقدر زشتی، متنفرم ازت. 3 تا کاری که توی جمع روت نمیشه انجام بدی. جیش کنم، داد بزنم، فوش بدم. اشتباه شد، زن خورد. قبلش گفتم، قبل اینکه نه. قبل اینکه زنگ بخورم. 3 تا چیزی که تو خواب دیدی بعدش با لبخند بیدار شدی. کراشمو دیدم. الان پسر داری من 3 تا شخص معروف که دوست داری شب و صبح تو باشون بگذرونی. لیتو، سامی بیگی، پوتر. چرا گفتم؟ 3 تا چیزی که تو کیف یا جیب یکی ببینی تعجب میکنی. سیگار، شورت. یا چی کارت کنم؟ وقتی که رقابت بر رفاقت نفوذ میکنه. 3 تا جایی که دوست داری کیس داشته باشی. ماشین، رو موتور، تو هواپیما، کشتی. رو موتور. فکر کن تو موتوری پشت من نشستی، من زیدم. خب اگر رو دارم میرونم، دارم میرونم. کت کردن نه، وقتی موتور وایستاده مثلا تو نشستی، وقتی موتور تو حالت ساکنه تو نشستی، تو اینجوری میای اونم مثلا بچه مساوی شدیم دیگه، مساوی شدیم. خبری از مجازات متاسفانه نیست. من ارفاق کردم باش که چیز شدیم. اوه جوابای ایزی. تا چالش های دیگه، مسابقات دیگه با بک‌گراندهای جذاب دیگه با ما همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه پیشنهادی دارید حتما برامون کامنت بذارید. به روی 2 دیده براتون ویدیو میگیریم. یه سورپرایز هم داریم به زودی زود. ویدیو الی هم رفتیم دونر تند خوردیم، هم برید تو چنلش ببینید، لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم. سورپرایزهای خیلی خفنی براتون داریم. میخوایم جای خیلی خوب بریم، بگردیم، بچرخیم، اشغال کنیم، کیف کنیم و شما هم کنار ما لذت ببرید. تا ویدیوهای بعدی. بای بای. بای بای.